به قول آقای اکبر عبدی میگفت دیدی میرین تو این مسیرایی که توالت عمومیه تو جاده، طرف دم در نشسته پول جمع میکنه پول میگیره، میری برمیگردی یارو نیست، انگار بانکو زدی اینقدر خدای شکر نیست. روباه به خدا گفت که خدای من چرا من رو اینقدر مکار آفریدی؟ گفت شما برو تو وایبر و واتساپ و لاین این جوجه ها نگاه کن، ببین یارو اصلا عکسش یه چیز دیگه از خودش، یه چیز دیگه. لذا شما نگید که در ایران فقط تو این شبکه‌های اجتماعی یه دختر 14 ساله 26 ساله به نظر میرسه و یه 40 ساله 14 ساله از مدل آرایش‌های خفن. میگفت در اروپا دختر میاد بیرون با یه ذره آرایش، در ایران آرایش میاد بیرون یه ذره دخترها وسطاش اگر شما پیدا کنید که پیدا نمیشه اصلا. خیلی متفاوت هست. البته میگم بعضی هستن که رژ میزنن، رژ لب نمیزنن، رژ لب و هومه میزنن، تقریبا تا چونه و گردن هم میره برمیگرده، شبیه دلغک سیرک میشه بیشتر تا اینکه بخواد به خودش برسه.